چیز سال پیشم یعنی دیروزم اومده بودیم اینجا. امروز با آتوسا و آنیتا اومدیم دیگه. اومدیم رستوران بانگو با هم نهار بخوریم. دیروز یه دونه چیز خرگوش هم اینجا بود اما دیگه جمعش کردن. سلام آبید. اینجا نمهانا گروخم بدبختا. بسم الله. نفهمیدم چجوری همه اینا کار میکنن. اگه این بچرخه همه اینا کار دیگه تمام شد. راستی اینم هست. اینو میتونم اون موقع داشت آب میومد. الان دیگه میخوان تعطیل کنن. به خودم بچرخونم برات. بعد وقتی اینا بچرخه اینا هم حرکت میکنن. الان مثلا ببینید یه پلم اونجا هست. الان دارم میدوام که زود نشونتون بدم اینجا این فضا. اینم یه پل خیلی قدیمی پله. اینجا مجسمه تمساه. اینجا هم بازم از اینا هست اما من دیگه نمیتونم برای تو فیلم بگیرم و تکون چون دستم نمیرسه هم دیگه میفتم تو بدبخت میشم. ما کنیم پل خیلی لقه. من کلان دارم میمیرم. یه فیلم از لق و تقی گرفتم دیگه چه خدافظ. نه هنوز به لحظه خدافظی نرسید. بذاریم نبرم تو بالای این کلبه. بالای این کلبه نکنی این. من عکسم گرفتم. خب اینجا توش فضای خوبیه. اینجا تقریبا کل نمای رستوران داره. ولی خب بچه ها خدافظ.